ما هستیم. آقا شما که تو غار بودید؟ بله تو غار هستیم. غارم آدرس داره دیگه، میای انتها در اول نه در دوم مایی. در اول که عادلینا اونجا واشه هستی برای ما. یکی شروع جام بود، گفتن آقا یعنی چی همه برنامه میذاری تو باورقی یا خالی شادونه برنامه چیه؟ برنامه همه داریم میسازیم. روز اختتامی اومدن گفتن آقا شما چرا یه مدت برنامه نمیساختید؟ یعنی چی؟ متوجه نشدیم حرفشون چی. آقا شما که داداشید بشینید حرفتون رو یک کاسه کنید، به ما فقط خروجیشو بگید، ابلاغ کنید که ما الان در حال حاضر باید چیکار کنیم، چون 2 روز دیگه برنامه ما هم تموم میشه، جام جهانی هم تموم شده، ما چیکار کنیم؟ 1% اگه اینترنت قطع بود ما چیکار کنیم؟ آقا یه شوخی الان رسیده به ذهنمون، اینو کجا بنویسیم؟ رو دیوار نگاره های تخت جمشید خدا نکرده، خب اینو کجا بیایم بنویسیم؟ بیاید ما بگید بعد با چه چیزایی شوخی کنیم. ما این دوره در جام جهانی چیزهایی هم یاد گرفتیم، بله فهمیدیم با سنتون نباید شوخی کنیم، با قدتون نباید شوخی کنیم، با ساعتتون نباید شوخی کنیم، با عینکتون برای خوشحالی نباید شوخی کنیم. یه سری اشیاءتون هم کردید خط قرمز خودتون که بودید و فقط یه دماغ آقای افاضلی موند، گفتن با این حرکت